بولش انگولفینگ، برش انگولفینگ شمای خیلی معروفیه که توی بازار اتفاق میفته و دوباره این شم زمانی تایید میشه که شم سبزه در واقع باید شم قبلی یعنی شم قرمز کاملا بپوشانه. این توی بولش انگولفینگ یا توی برش انگولفینگ باید شم قرمز کاملا شم سبزه بپوشانه. توی بولش انگولفینگ در واقع اینجوریه که خریدارا کنترل بازار رو در دست دارن و قیمت سهمونن که بالاتر و بالاتر بکشن طرف بالا. به خاطر از که فروشنده قیمت به اندازه پایین کشیدن، بعد دیگه تمایل ندارن که بیشتر از او بفروشن، بعد خریدارا وارد بازار میشن و روند تغییر میدن. در واقع توی برش انگولفینگ برعکسش وقتی روند اصلی مساویه، بعد دوباره در اینجا خریدارا تا جایی که میتونن قیمت میکشن طرف بالا، ولی دیگه خسته میشن، دیگه اکثریت سودشون میکشن بیرون. بعد وقتی برش انگولفینگ تشکیل میشن، روند اصلی تغییر مونه، بعد دوباره قیمت طرف پایین کشیده میشه. بعد در واقع در اینجا کنترل بازار دست فروشنده میفته، به خاطر همونم قیمت طرف پایین کشیده میشه. در این مثال پایین خیلی واضح شما میتونید ببینید که روند اصلی توی روند نزولی هم. بعد دوباره قیمت تا جایی میرسه که دیگه فروشنده ها تمایل ندارن که بیشتر از او بفروشن و قیمت پایین تر بکشن. در اینجا خریدارا وارد بازار میشن و قیمت طرف بالا میکشن. این زمان تایید میشه که بولش انگولفینگ کاملا تایید شنه، بعد کاملا تشکیل شنه، بعد دوباره شم بعدی که تشکیل میشه بالای از این بولش انگولفینگ در واقع بسته شنه. بعد شما میتونین بالای از این شم پوزیشن خوب پوزیشن لانگ باز کنین. و برعکس توی برش انگولفینگ روند اصلی روند سوئدی بوده، بعد دوباره خریدار دیگه تمایل ندارن که بیشتر از او بخرن و فروشنده ها کنترل بازار در اینجا دست میگیرن و قیمت میکشن طرف پایین. این زمان اهمیت پیدا مونه که برش انگولفینگ کاملا تشکیل شنه، بعد دوباره شم بعدی که تشکیل میشه پایین تر از این شم قبلی تشکیل شنه. بعد شما میتونین پوزیشن شورت چیکنن بگیرین.